سرخط مهمترین خبرها: تاجیکستان و ازبکستان داد و گرفت را به 2 میلیارد دلار رساندن می‌خواهند، ولی تا کجا امکان پذیر است؟ باز یک فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران کشته شده است و پوتین بردن پول نقد و طلا را به چند کشور محدود کرد. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی از تقدیم شما با خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان. امروز 27 مارس سال 2026 است. تاجیکستان و ازبکستان می‌خواهند در 4 سال آینده داد و گرفت را به 2 میلیارد دلار رسانند. چنین برنامه 26 مارس در جریان سفر امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان امضا شد. فعلا داد و گرفت دوشنبه و تاشکند حدود 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. به اطلاع خبرگزاری دولتی تاجیکستان برنامه تا 2 میلیارد دلار رسانیدن گردش مال تا سال 2030 در نظر است. جزئیات بیشتر این برنامه و راه‌های افزون کردن داد و گرفت تاجیکستان و ازبکستان فعلا معلوم نیست. در خبرنامه دفتر مطبوعات پرزیدنت ازبکستان آمده است حالا در این کشور زیاد از 500 شرکت مشترک با تاجیکستان کار میکنند. ماه انور امسال آژانسی آماری ازبکستان اعلام کرده بود که در این کشور 410 کارخانه با سرمایه صاحبکاران تاجیکستان کار میکنند. طبق اطلاع رسمی در جریان سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به ازبکستان میان دوشنبه و تاشکند چند سند همکاری در بخش‌های گوناگون امضا شده است. روابط تاجیکستان و ازبکستان که در گذشته به دلیل بحث راه آب و نیروگاه به سردی پیچیده بود، بعد از مرگ اسلام کریموف و به قدرت آمدن شوکت میرزیویف بهتر شد. هر دو کشور آسیای مرکزی پیوسته اساس سازمان کشورهای غربی برای پایمال آزادی‌های بنیادی ساکنان تنقید می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست دولت ایران حمله به نیروگاه‌های این کشور را تا 10 روز دیگر به تأخیر می‌گذارد. ترامپ شام پنجشنبه 26 مارس در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت مذاکرات با ایران در جریان است و با وجود اظهارات نادرست و با وجود اطلاعات نادرست از سوی رسانه‌های جعلی و دیگران خوب پیش می‌رود. پیش از این در روز 23 مارس دونالد ترامپ حمله به نیروگاه‌های ایران را 5 روز به قفا انداخته بود و حالا این مهلت را 10 روز دیگر دراز کرده است. جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده است که در صورت حمله به نیروگاه‌های این کشور به نیروگاه‌ها در منطقه حمله خواهد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا تصدیق کرد که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. فرماندهی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشته شدن تنگسیری منطقه را آرام‌تر می‌کند. در این بیانیه آمده است که سپاه پاسداران بعد از دست دادن رهبر دیرینه خود در راه برگشت ناپذیر قرار گرفته است. فرماندهی مرکزی آمریکا تاکید کرده است که حمله‌های نظامی ایالات متحده علیه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادامه خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا سال 2019 علیرضا تنگسیری را تحریم کرده بود. درباره کشته شدن این فرمانده سپاه پاسداران نخست اسرائیل خبر داد. مقامات ایرانی تا حال کشته شدن تنگسیری را تصدیق یا انکار نکردند. در جریان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در یک ماه اخیر چندین مقام بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله رهبر عالی آن کشور علی خامنه‌ای و فرمانده سپاه کشته شدند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قرار را قبول کرد که بر اساس آن برآوردن پول نقد و طلا به کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا منع است. از 1 اپریل شخصان واقعی اجازه نخواهند داشت که از روسیه به ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان به اندازه $100,000 روبل روسی برند. تنها موردهای استثنا خواهند بود که انتقال مبلغ توسط نقطه‌های گمرکی، فرودگاه‌های بین‌المللی و با پیشنهاد معلوماتنامه از بانک صورت می‌گیرد. همچنین از 1 می برای بیرون بردن طلا در شکل اونس و در حجم بیش از 100 گرم نیز محدودیت جاری می شود. برای برآوردن آن اجازه‌نامه مخصوص لازم خواهد شد. این محدودیت به همه چه شخصان واقعی و چه صاحبکاران ربط دارد. مقامات میگویند که سبب حفظ امنیت و منافع ملی است. بانک آسیای رشد پیش بینی کرده است که درگیری در خاورمیانه باعث سست گشتن سرعت رشد اقتصاد کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام خواهد شد. این بانک 26 مارس در خبرنامه نوشت با سر زدن نزاع در خاورمیانه، سرعت رشد اقتصادی کشورهای آسیا و منطقه اقیانوس آرام در سالهای 2026-2027 میتواند تا 1.3% کاهش یابد. همچنین طبق این پیش بینی اگر مشکل انتقال سوزشواری از 1 سال زیاد دوام کند، نرخ‌ها از 2% بالا میروند. نزاع به اقتصاد کشورهای آسیا و منطقه اقیانوس آرام فشار می‌آورد و این حالت باعث بالاروی نرخ مواد سوخت، خلل‌دار شدن زنجیرهای تامینات و سودا، اینچنین سخت شدن شرایط مالی می‌گردد. همچنین ساحه‌های سیاحی و انتقال پول می‌تواند از این حالت ضرر بینند.
آمده است. در گزارش بانک آسیای رشد، این نهاد مالی منطقه 3 سناریوی خطر را پیش بینی کرده گفته است که در حالت کوتاه بودن درگیری‌ها، فشار به بازار مواد سوخت نیز کمتر خواهد شد. در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، مقامات ایرانی تقریباً تنگه یا گلوگاه هرمز را بستند. بستن این آبراهه که مسیر گذشتن تقریباً 20% از نفت دنیا است، باعث بالا رفتن نرخ نفت در بازارهای جهانی شد. بانک آسیای رشد 3 سناریو را برای نرخ نفت پیش بینی کرده است که در وضعیت بدترین نرخ هر برل یا بشکه نفت می تواند تا $155 زیاد شود. در پی یک زنازنه در ولایت ولادیمیر روسیه که نوارش در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، پلیس 2 مهاجر را دستگیر کرده است. شهروندی کدام کشور بودن آنها معلوم نیست، اما در شبکه‌های اجتماعی نوشتند آنها از ازبکستان هستند. کمیته تفتیشاتی روسیه از آغاز پرونده جنایی با اتهام اوباشی گروهی خبر داد. به این افراد تا 500,000 روبل جریمه یا تا 7 سال زندان تهدید می‌کند. در سالهای اخیر خبرها از مناقشه میان ساکنان محلی و مهاجران زیاد رسانه‌ای می‌شود. بعضی از مهاجران در این حالت‌ها می‌گویند که قربانی تهمت شدند. گزارش امروزه ما درباره یک عملیات پلیس روسیه در غرب سیبیر میباشد که همکارم ارشاد سلیمانی تقدیم میکند. پلیس روسیه در منطقه یوگرا در غرب سیبیر رید یا عملیات گسترده را برای تفتیش حجت مهاجران آغاز کرده است. کارمندان پلیس مثل همیشه همراه نیروهای امان در جستجوی مهاجران به محل ساختمان، انبار، خوابگاه و مرکزهای سودا رفتند. پلیس میگوید تنها در 4 روز عملیات علیه مهاجران برای قانون شکنی 400 سند ترتیب داد. در نوارها دیده می شد که یک گروهی کلان کارگران را از یک میدان بیناکاری قطار کرده به سمت ماشینی پلیس می برند. در نوار دیگر عیان است که نیروهای ویژه ناگهان به یک خوابگاه مهاجران می درآیند. مهاجران را در اداره پلیس به پایمال کردن قاعده بود و باش در روسیه متهم کردند. حداقل 90 مهاجر از روسیه اخراج و ورودشان به این کشور برای چند سال منع می شود. چند نفر از این مهاجران را الکی به مرکزهای نگهداری خارجیان جای کردند تا به کشورهایشان فرستاده شوند. پلیس نگفته است که این مهاجران شهروندان کدام کشورها هستند. در پی این رید پلیس همچنین از آغاز بیش از 50 پرونده جنایی خبر داد. گفته می شود این پرونده ها در رابطه با ثبت نام غیرقانونی، ساخته‌کاری حجت‌ها و تشکیل مهاجرت غیرقانونی باز شده است. مهاجران میگویند دوام 2 سال اخیر تفتیش و رید مقامات قدرتی روسیه زیاد شده است. در گذشته در پی چنین عملیات مهاجران از رفتار بد و شکنجه ماموران انتظامی شکایت کرده بودند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. حالا بخش یک روزی تاریخ است که مهمترین تحولات در روز 27 مارس در سالهای گذشته را فرا میگیرد. پژوهشگاه بین‌المللی تئاتر سال 1961 روز 27 مارس را روز جهانی تئاتر اعلام کرد. پیام اساسی تشبثکاران تبلیغ نقش تئاتر و فرهنگ در پایداری صلح میباشد. در تاجیکستان که ده‌ها تئاتر کسبی دارد، تلاش‌های پراکنده تأسیس تئاترهای گوناگون ژانر و نوپرداز را سنزور، سیاست‌زدگی و تابو در انتخاب موضوع ناکام گردانیده، کاهش سطح فرهنگی جامعه، کمبود شدید مبلغ‌گذاری و بی‌توجهی عامه به تئاتر نقش و تأثیر آن را به مراتب کمرنگ کرده است. 27 مارس سال 2007 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از چند روز برداشتن پسوند آو اسلوانی از نسبش به شعبه‌های شهادت نامدهی کشور دستور داد تا من بعد آنها طفلان نوزاد را تنها با نسب‌های فارسی اصل به قید بگیرند. بر اساس این دستور مقامات کمیته زبان تاجیکستان فهرست نام‌های ملی را ترتیب دادند که انتخاب اسم نوزادان در دایره همین رویخط محدود می‌شود. برخی گروه‌ها در تاجیکستان با جاری شدن چنین محدودیت ناراضی شدند، چون به اندیشه آنها انتخاب آزاد اسم شخص حق خصوصی شهروندان بوده مطابق با ذوق و سلیقه صورت میگیرد.
سر از 27 مارس سال 2019 در تاجیکستان با قرار خدمات ضد انحصاری نرخ اینترنت 2 برابر بالا برده شد و مورد نارضایت و بحث همه اعضای جامعه گردید. منقدان گفتند مخابرات و اینترنت از ساحه‌های سیر درآمد و سیر استعمال در اهالی میباشند و مقامات بدون نظرداشتی درآمد و امکانیت‌های مالی اهالی که نه کمتر از 30% در زیر خط فقر به سر میبرد به این کار راضی شدند. بانک ملی تاجیکستان قرب ارز خارجی را برای 27 مارس چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این برنامه آخرین نوید در هفته روان بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.